قرائت شاهزر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار هشتم. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. طایفه‌های شرق ایرانی آسیای میانه در آغاز پیدایش جمعیت صنفی ابتدایی عصر نو، میانه‌های عصر ششم پیش از میلاد. متریال‌های ارخئولوژی عصر اول آهن، متالورژی آهن. متریال‌های ارخئولوژی با قیاس بعضی مدرک‌های زبانی و همچنین سرچشمه‌های خطی قدیم که به دوره‌های بعدتر تعلق دارند، منظره حیات جمعیتی آسیای میانه آخر هزاره دو ابتدای هزاره یک پیش از میلاد را روشن می‌سازند. در ابتدای هزاره یک پیش از میلاد، ساکنان آسیای میانه از معدن استحصال کردن آهن را یاد گرفته بودند. انگلس اهمیت آهن را در تاریخ جمعیت انسانی معین نموده نوشته است. آهن از تمام اشیای خامی که در تاریخ رول ریولوسیونی بازیده است، آخرین و مهمترین تا خود پیدا شدن کارتوشکا نوترین نوع اشیای خام بوده به آدم خدمت می کردگی شد. آهن برای در میدانهای وسیع رواج دادن زراعت و به مقصد کشت و کار تازه کردن بیشه های پهناور امکانیت فراهم آورد. وی به دست هنرمند چنان اسبابی سخت و تیزی داد که هیچ یک سنگ و هیچ یک میتلی تا آن زمان معلوم به وی مقابل ایستاده نمی توانست. همه اینها یک باره میسر نشدند. اولین آهنی حاصل کرده شده بسیار وقتها از برنجی هم ملایم تر بود. شناسایی با اصول از معدن استحصال نموده برنجی به انسان در بابت با پرسیس متالورژی به دست آوردن آهن یاری رساند. آهن در کوره‌های دشتی که حرارت آن تا 1300-1400 درجه می رسید گداخته می شد. اندریف در سالهای 20 عصر 20 همین گونه کوره ها را که هنوز مورد استفاده بودند در وادی ونج پیدا کرده بود. برای انسان ابتدایی به ماده سختی یازنده مبدل کردیدن یک پارچه سنگ بی شکل یعنی معدن معجزه آسا و پر اسرار می نمود. این باعث پیدایش احترامی مخصوص نسبت به آهنگر و فلزسازان و هر گونه بیم و هراسی خرافات پرستانه گردید. در میان بسیار خلقها این نوع مناسبت تا وقتهای آخر دوام کرده آمده است. چنانچه از جمله در بعضی ریانهای پامیر آهنگران آدمی خیلی محترم و کارخانه آنها جای مقدس دانسته می شد. مردم به آنها سجده می کردند و پس از جمع آوری حاصل در آهنگرخانه مراسم قربانی برپا می گردید. در برابر این از روی دیگر اعتقادهای دینی آهنگران فرستاده های شیطان و ابلیس حساب می یافتند و در استفاده آهن ممانعت های گوناگون گذاشته می شدند که این اثری همان ترس و وهمی خرافی آدمان از فلزات بود. آلات آهنی خیلی آهسته پهن می گردید. اولها آهن را اساساً به مقصد زیب و زینت کار می فرمودند. ثانی تدریجاً از آن اسباب و اسلحه می ساختگی شدند. آهن را به ماده یازنده تبدیل داده به این وسیله اسباب و آلات تیار کردن
از ساختن آلات برنجی دیده چندین مرتبه دشوارتر بود. تکنیکی نو به سستی از خود کرده می شد. از این رو برتری های فلزی نو زود و یکباره عیان نگردید. در اولین مرحله های ظهور عصر آهن در آسیای میانه بیشتر اسباب و اسلحه آهن و برنجی چنانچه خنجرهای تیغش آهنی و دستش قسماً یا تماماً برنجی ساخته می شود. در آسیای میانه غلبه عصر آهن خیلی بر وقت به عمل آمد. بعضی کشورهای دیگر مثلا خیتای در این بابت از آسیای میانه چندین صد ساله ها عقب مانده بودند. مسکنها یادگاری های عصر اول آهن در آسیای میانه نظر به یادگاری های پیشین عصرهای سنگ و برنجی نهایت درجه کم کشف و تحقیق گردیدند. در جنوب ترکمنستان بعضی مسکنهای قدیمه که حیات آنها هنوز از عهد انیالیت شروع گردیده بود موجودیت خود را در عصر آهن نیز دوام می دادند. چنانچه در خود انو قبطهای مسکونی منسوب به عصر اول آهن کشف گردیده. از این مصنوعات آهنی از جمله قدیمترین در آسیای میانه داسهای آهنی، پاره کارد و غیره یافت شده‌اند. در قسمت جنوب و غرب ترکمنستان در آن جایی که فلات مشهد مصریان واقع است مسکنهای استحکامی و بی استحکامی مدنیت دیگرگونه از انو فرق کننده وجود داشتند. بعضی از آنها نهایت کلانند. مثلا مساحت مسکن عزت قلی به 50 گیتر می رسد. خانه ها از خشت های خیلی کلانی درازیش 3-4 متر ساخته شده. وادی مشهد مصریان به واسطه کانال ها از دریای اتریک شاداب می گردید. زراعت در زندگانی اهل مسکن ها موقعی مهمی را اشغال می کرد. با این نه فقط شبکه آبیاری بلکه فراوانی آسها و دستگاه‌های یرمه نیز شهادت می‌دهند. به کار فرموده شدن داسهای آهنی نباید شبهه کرد، ولی در برابر این استفاده داسهای قدیمه سنگی هم که تیغه از سنگ چخماق ساخته شده آنها پیدا گردیده‌اند هنوز دوام داشت. در مسکنها لنده‌های دژغار آهن یافت شدند. از برنجی یراق و اسلحه از جمله شمشیر و پیکان ساخته با چرخ کلالی آلات سفاری خوشصفت ولی بی نقش و نگار تیار می کردند. نهایت گروهی از جهت حدود سومی یادگاری ها در ترکمنستان جنوب شرقی در ریزشگاه مرغاب یعنی در مرغیان آخر کشف گردیده است. کلانترین مسکن اینجا یازتیپه می باشد که به مسافه 34 کیلومتر دورتر در طرف شمال غربی بیرملی واقع است. این مسکن عبارت از قلعه تقریباً راستگوشه‌ای بوده. در صحن آن منزل‌ها جای گرفتند. مساحت عمومی یازتیپه در این وقت و بعدها نیز وجود داشت 16 هکتار بوده است. در قلعه روی صوفه خشتی بلندیش 8 متره بنای کلان ساخته شده بود که چند منزل دراز رویه و مربع شکل از جمله تالار بزرگی راستگوشه‌ای داشت. معلوم گردید که این قلعه اصلاً کوشک پرشکوهی بوده همچون قرارگاه حاکمی این محل خدمت می کرده است. قسمت اساسی بازیافت‌های مسکن یازتیپه را سفال آلات تشکیل می نماید. آلات سفاری اینجا از آلات سفاری مشهد مصریان با آن فرق می کند که وی بیشتر دستی ساخته شده است. عصر اولی آهن در تاجیکستان جنوبی و ازبکستان جنوبی آثار خود را در صورت مسکن‌های کوچوک-تیپه ولایت سرخاندریا، مکانی مار ریان فرخار جنوبی تاجیکستان
و بعضی بازیافت‌های دیگر باقی گذاشته است. مسکن کوچک تیپه در دشت مزراباد واقع گردیده است و هنوز در عین اوج ترقیات عهد برنجی به وجود آمده موجودیت خود را تا خود میانه هزاره یکی پیش از میلاد نگاه داشته است. در دوره مورد بحث در این مسکن بینایی بیضه شکلی از خشت‌های درازرویه ساخته شده موجود بوده است. در سالهای 1962 1964 همگی 17 خانه کافته تازه کرده شد. این بنا با دیواری مدافعوی مدور احاطه گردیده است. از اینجا قالب‌های ریختگری، مصنوعات برنجی و سنگی از جمله داس‌های سنگی پیدا شده. باستانشناسان تاجیک دیگر مسکن آن وقت را در پایاناب قزلسو در موضع مکان مار کشف نمودند. بناهای این مسکن خراب گردیده، فقط سفالالات فراوان و این چنین بعضی مصنوعات دیگری مربوط به آن زمان باقی مانده است. مصنوعات جداگانه و مجموعی اسباب و آلات عصر اول آهن از دیگر ناحیه‌های ریسپوبلیک نیز یافت شده‌اند. از جمله آخرین مجموعی بازیافت‌های قیراقم، بعضی سغانه‌های در پامیر شرقی پیدا شده را هم به همان دوره نسبت دادن ممکن است. جمعیت آسیای میانه در عصر اولی آهن. اوستا همچون سرچشمه تاریخی. اوستا که از مجموعی متن‌های پیروان آیین زرتشتی عبارت است، مهمترین مأخذی آید به تاریخ قدیمترین آسیای میانه می باشد. حالا غیر از تعدادی اندکی در ایران، زیاده از 100,000 زرتشتیان در هندوستان زندگی می نمایند که آنان را عادتاً پارسیان می نامند. پارسیان نه تنها دینی قدیمه بلکه متن‌های قدیمی دینی را محفوظ می دارند. در میانه‌های عصر 18 انکیتیل دیوپیرانی فرانسوی که نسبت به آموزش دین و مذهب‌های قدیم شوق و رغبت مخصوصی داشت، به هندوستان سفر نمود. او نزد موبدان پارسی مراسم دینی و خواندن متن‌های قدیمی را به درجه‌ای که موبدان بلد بودند آموخت و یک چند دستخط را خریده گرفت. به وطن برگشته بعداً او ترجمه فرانسوی اوستا را با ملحقات چندی از متن‌های مربوط به آن انتشار داد. به واسطه این کارنمایی علمی او معلومات درباره اوستا دسترسی اهل علمی اروپا گردید. ولی ترجمه دیوپیران خیلی ناقص بود. اکثر پارچه ها را او نادرست فهمیده و یا کاملا نفهمیده بود. در عصر 19 به سبب انکشاف زبانشناسی مقایسوی، نزدیکی زبان اوستا با زبانهای قدیمی خوب آموخته شده و از روی بسیار یادگاری ها معلومی هندی ویدایی با این زبان ریگویده و یادگاری های قدیمی دیگری هند نوشته شده اند و سانسکریت اثبات کردید. همچنین پیدا شدن مفتاح دومین زبان مشهور ایرانی قدیم، فارسی قدیم، مطالعه و بررسی من بعده ادبیات زردشتی پس از اوستایی و استفاده وسیع معلومات‌های زبانشناسی مقایسوی هند و اروپایی را قید کردن ضرور است. آموزش زبان‌های ایرانی میانه از آن جمله زبان‌های مرده، خوارزمی، سغدی، خوتن و سکایی و زنده زبان‌های پامیری ایرانی شرقی نیز اهمیت بسیار کلان داشت. همه این کار ترجمه علمی اوستا را نسبتاً آسان نمود.
ولی به این نگاه نکرده ترجمه اوستا هنوز مشکلات زیادی دارد و معتبرترین متخصصان هم بعضی جایهای مهمی اوستا را به طور مختلف ترجمه می کنند. مدتهای زیادی اوستا مثل دیگر یادگاری‌های دینی و حماسی هندی و ایرانی به طور شفاهی که یگانه شکلی دقیقاً محفوظ ماندن بود، غیر از بعضی تغییرات معینی در تلفظ نقل کرده می شد. این طرز نقل و خوانش باز مدتی دور و درازی پس از ثبت خطی اوستا هم در اجرای نیایش، تعلیم و غیره، اینچنین در محفوظ ماندن متن عنعنوی آن اهمیت عمده داشت. تا به وجود آوردن الفبای اوستایی حاضر زمان، یعنی الفبایی که دستخطهای تا زمان ما رسیده اوستا کتابت شده اند، متنهای اوستایی وجود داشتند که با الفبای در عصرهای 6-5 پیش از میلاد در ایران و آسیای میانه مستعمل آرامی تألیف یافته بودند. در طبق نوشتجات زردشتی دوره فارسی میانه که دایر به بسیار مسئله های تاریخی پیشین زردشتیه معلومات دقیقی نداشت، در زمان هخامنشی ها مجموعی کتاب های اوستا موجود بوده. هنگام ضبط اسکندر مقدونی از بین برده شد. بعدتر شاه اشکانی ولخش یعنی ولگیس، عادتاً او را با ولگیسی یک که در عصر 1 میلادی حکم فرمایی کرده است عین یک کس می شمارند، فرمان داد که بقیه متنهای اوستایی و آنچه به طور شفاهی بین موبدان مانده بود جمع آورده شود. عالمان امروزه چنین معلومات را، یعنی اصلاً وجود داشتن اوستای زمانی هخامنشیان را بی اساس می شمارند و بعضی ها حتی به موجودیت متن اشکانی اوستا هم شبهه دارند. ولی ظاهراً اوستای خطی در نیمه دوم دوره پارفیا و یقیناً در آغاز دوره ساسانی وجود داشت. در اساسی بعضی مدرک‌های اسناد پارت‌ها که از نسا یافت شده است، دیاکنف و لیفشیتز تخمین دارند که در شرق دولت پارت در عصر 1 پیش از میلاد متن خطی اوستا هیچ نباشد، قسمت جداگانه آن موجود بود. بعدتر اوستا با الفبایی که مخصوص برای نوشت آن اختراع شده بود کتابت گردید. این الفبا در زمینه خط پهلوی یعنی حروف کتاب‌های زردشت فارسی میانه که انکشاف یکی از نمودهای خطی آرامی اساس حساب می‌یابد به وجود آمده است. ولی الفبای اوستایی خیلی زیادتر، بیشتر از 2 برابر حروف، از جمله 14 حرف صداناک دارد. این الفبای با تمام جزئیاتش کار کرده شده امکان میداد که متنهای اوستا با نگاه داشتن طرز تلفظی عنعنوی گویندگان آن از دوره پیدایش این یادگاری خیلی دقیق و صحیح ثبت گردد. و ضمن این چنین ثبت با یک قطار خصوصیت‌ها بیشتر مربوط به خصوصیت‌های قدیمه لهجوی، سیمای زبان ایرانی قدیمه را که هنگام پیدایش متن‌های اوستایی مستعمل بود پررنگ و کاملا انعکاس می‌نماید. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. طایفه های شرق ایرانی آسیای میانه در آغاز پیدایش جمعیت صنفی ابتدایی، عصر نو، میانه های عصر 6 پیش از میلاد.
الفبای اوستایی ظاهراً در عصر 6 انیقترش در زمان خسروی 1 531 579 به وجود آورده شده است. متنهای بازمانده اوستا که قدیمترین آنها به عصرهای 13 و 14 تعلق دارند به همین کتابت دوره آخری ساسانی منسوب می باشد. کتابت اوستا به الفبای تا زمان ما رسیدهش اصلا در اساس نقل لفظی آن صورت یافته است. خود نام اوستا از کلمه فارسی میانه ارستک بعدن ارستا به معنی اساس و یا موافق تفسیرات دیگر گزارش، دستور، نیایش و غیره است که بی واسطه به متن محفوظ مانده اوستا نسبت دارد. ضمیمه های آن زن، کلمه فارسی میانه زن، دانش، تعلیمات نامیده می شود. ظاهراً متن خط اوستا در ثبت الفبای کهنه و شاید در دوره های اول کتابت نو و همچنین دیگر علاوه و تفسیرهای دستور اوستایی را نیز زند می گفتند. ولی بعدتر نام زند بیشتر به ترجمه و تفسیری در زمان ساسانیان انجام گرفته اوستا، همه دستخطهای قدیمی اوستا دارای ترجمه تحت اللفظی به زبان فارسی میانه می باشند نسبت داده می شد. از همین جاست که مدتهای زیادی در علم اروپا نام نادرستی اوستا زند اوستا و نام زبان اوستایی در شکل زبان زندی رواج داشت. اوستا در ظرف موجودیت چندین عصره خود بارها کدیفیکاسیون شده است. چنانکه سرچشمه ها خبر می دهند جمع آوری و تنظیم قوانین اوستا در زمان ولگیس یگی اشکانی ظاهراً عصر 1 میلادی، ساسانیان اولیه عصر 3، شاپور 2 عصر 4 که تحریر پر اهمیت کتاب مقدس زیر راهبری اتورپتی مهراسپندان انجام یافت و نهایت پس از حرکت مزدکیان در عهد خسروی 1 عصر 6 که از اوستا بعضی متنهای در عصرهای 4-5 وجود داشته پرتافته شدند به وقوع پیوسته است. پس از این تحریر آخرین اوستا از 21 کتاب نسک عبارت بود که نام و مضمون مختصری آنها از روی اثر عاید به دین زردشتی در عصر 9 تعریف کرده دین کرد معلوم است. این خلاصه نه از روی متن اوستایی بلکه از روی ترجمه فارسی میانه اوستا است. اوستایی تا زمان ما رسیده 4 قسمت کتابت دوره آخری ساسانی را تشکیل می دهد. این پیش از همه فصل های را در بر می گیرد که برای طاعت و عبادت ضرورند. جزءهای موجوده اوستا، کتاب های یسنا و غیره نیز موافق همین مقصد ترتیب یافتند. از این کتاب ها تنها ویدیودت کاملا و یکی از کتاب های اوستای قدیم مطابقت می کند. اوستای امروزه از کتاب های یسنا، نظر، نیاز، مجموعی متنهای مراسمی، یشتها، یشت، نیایش، ستایش، سرودها در وصف خدایان دینی زردشتی، ویدیودت، قانون به مقابل دیوان، شکل بدینه نادرستش وندیداد، دستورها درباره پاکیزگی هنگام طاعت و عبادت، یک قطار مقررات دینی و شرعی، پارچه های اساطیر قدیم، حماسی و غیره را در بر می گیرد. ویسپرت، همه رادها، نام بدینه کمی ناصحیح آن ویسپرت، از مجموعی دعا و متنهای عبادتی عبارت است. غیر از این به اوستا یک چند قسمت‌های حجماً خرد و کم اهمیت داخل می شود. از 72 باب یسنا 17 تاش را گاتها،
سرودهای پیغمبر زردوشت، اساسگذاری زردوشتیه، 7 باب را یسنا هبتهاتی، یسنای 7 بابه که از جهت زبان و زمان آفرینش به گاتها نزدیک است تشکیل می نماید. لهجه گاتها و یسنای 7 بابه نسبت به جزء دیگری اویستا که خرد اویستا نام گرفته است کهنه‌تر می باشد و از آن با خصوصیت‌های لهجوی فرق می کند. بعضی محققان تدیسک میه زبان اویستایی را به زبانهای ایرانی غربی نسبت دادند. دیگران مثل نیوبرگ آن را از گروه زبانهای شرق ایرانی می حسابند. عقیده های دیگری نیز موجودند که موافق آنها این زبان در بین زبانهای ایرانی موقعی علاهیده گفتمان و یا در بین گروه زبانهای غربی و شرقی موقعی وسطی دارد. همین یک قطار خصوصیت علاهیده زبان اویستایی از جمله لهجه گاتها با زبانهای شرق ایرانی موافقت می کنند. در خرد اویستا تأثیر زبانهای ایرانی از آن جمله زبانهای غربی در منطقه‌ای که زبان اویستایی همچون زبان مقدس انتشار یافته بود حس کرده می شود. مسئله زمان و مکان پیدایش جزءهای اویستا تا امروز از بسیار جهت بحثناک است. موافق عنعنه دین زردشتی که در زمان ساسانیان تصدیق یافته است، زمان زندگی زردشت و آفریده شدن گاتها را به آخر عصر 7 نیمه اول عصر 6 پیش از میلاد نسبت می دهند. این عقیده را محققانی طرف دارند که عنعنه مذکور را کاملا اساسناک می شمارند، ولی بعضی عالمان به صحیحی آن شک دارند. آنان قید می کنند که این عنعنه در دوره بعدتر تصدیق یافته است و احتمالاً پیدایش آن جنبه روایتی دارد. در زمان حاضره به هر حال با مشکلی می توان با اعتمادناکی این تاریخ باور نمود، گرچند امکان دارد که در حقیقت زردشت در آخر عصر 7 آغاز عصر 6 پیش از میلاد زیسته است. موافق روایت های معمولی دوره ساسانی و بعدینه، زردشت در اتراپاتین آذربایجان و یا از راغ میدی ری عصر میانگی نزدیک تهران برآمده است، ولی این معلومات حالا با اعتماد شمرده شده است. حقیقتا هم متریال های خرد اویستا به موجودیت و حاکمیت دیرینه جماعه پیروان زردشت در راغ اشارت می کنند. این حالت بی‌شبهه از آن سبب روی داده است که ناحیه مذکور که در قسمت شمال شرقی ماد میدیا جای داشت نخستین ناحیه‌ای بود که تعلیمات زردشت از شرق به آن راه یافت. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. شما گفتاری هشتم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.